اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در نداری و بدبختی زندگی می‌کنند. مردم آمریکا و اروپا سال‌هاست که لباس نو نمی‌خرند و از شورت و جوراب گرفته تا کت و شلوار و کراوات را با هم محافظه می‌کنند. تقریبا 12 سال پیش بود که خانواده‌ام با بدبختی بهم یه جوراب هدیه داد. ما در روز یک وعده غذا می‌خوریم و شبا توی خیابون می‌خوابیم. این فقط مردم عادی نیستند که مثل سگ زندگی می‌کنند. چهره‌های برجسته و ثروتمند هم سبک زندگی مشابهی را انتخاب کردند. من تمام ماشینمو بخشیدم و یه شرایطی ثبت نام کردم و تا 50 سال دیگه تحویل می‌گیرم. گوشت و مرغ و ماهی و میوه رو هم به طور کلی از برنامه غذاییم حذف کردم تا بتونم زندگی سالم‌تری داشته باشم. در این میان نظر کارشناسان نیز بی‌تأثیر نبوده. محققان نروژی ثابت کردند که خوردن گوشت و میوه باعث بروز مشکلات بسیاری از جمله طلاق، بیکاری و سرطان می‌شود. در زمان گذشته طول آلت تناسلی مردان بیش از 1 کیلومتر بود، اما امروز این مقدار داره به کمتر از 1 میلیمتر میرسه و همش به خاطر مصرف بی‌رویه گوشت و میوه.